میدونستی اون چیزی که هر روز به کمک انسانا میاد و اگه یه روز نباشه هزاران هزار مشکل برای آدمو به وجود میاد، یعنی همون پول چه تاریخچه‌ای داشته و از کجا به وجود اومده؟ سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز قراره با هم دیگه راجع به تاریخچه به وجود اومدن پول صحبت کنیم. پس با من همراه باشید. قدیم همونجوری که همتون میدونید مبادله کالا به کالا میکردن و اصلا چیزی به اسم پول خب وجود نداشته. مردم برای اینکه روزگارشون بگذره میومدن مبادله میکردن. یعنی مثلا یکی برنج میخواسته میرفته سیب زمینی میداده به جاش برنج میگرفته. یکی مثلا تخم مرغ میخواسته مثلا لوبیا میداده جاش تخم مرغ تحویل میگرفته. اینجوری روزگارشون رو میگذروندن. ولی خب این مبادله کالا به کالا یه مشکلی داشت. مشکلش چی بود؟ مشکلش این بودش که بچه‌ها ارزش وسیله ها یکی نبود. یعنی مثلا یکی 1 کیلو برنج میخواست، ممکن بود اون صاحب برنج بگه که نه، من مثلا 20 کیلو سیب زمینی میخوام که مبادله کنم بابت مثلا 1 کیلو برنج. حالا مثال زدم و خیلی مثالای دیگه هم میشه زد، ولی خب مشکلش خاطر همین مشکل مبادله کالا به کالا اومدن چیکار کردن بچه‌ها؟ اومدن یه سری وسیله که اکثر مردم قبول داشتن، مثلا وسیله هایی که کوچولو بودن، قابل حمل بودن و نایاب بودن، سبک بودن، اینا رو جای پول استفاده میکردن. مثلا توی روم بچه‌ها نمک جای پول استفاده میکنن. مثلا نوشته بود حقوق سربازاشون هم با نمک میدادن. یا مثلا توی مغولستان چای رو یه حالت فشرده میکردنش و جای پول استفاده میکردن. یا مثلا توی آفریقا و هند از صرف بچه‌ها استفاده میکردن. یعنی مثلا طرف میخواست تخم مرغ بخره میرفت 6 تا دونه مثلا صرف میداد، تخم مرغ میخرید. خیلی جالبه واقعا. و خلاصه که این بعد از اون حدود 2700 سال پیش یه پادشاهی بوده بچه‌ها، اسمش لیدیا بوده. بهش میگفتن پادشاهی لیدیا، که اون موقع پایتختش یه منطقه بوده به اسم ساردیس که توی ترکیه امروزیه. که بچه‌ها اولین سکه های فلزی توی پادشاهی لیدیا تولید شده که هر پادشاهی میومده مهر خودش رو میزده، چون حالا فلزات هم کمیاب بودن. یعنی دیگه سکه ارزش خودش رو داشت دیگه، حالا طلا مثل نقره هر کدومش بالاخره ارزش خودش رو داشت. پادشاه میومدن مهر خودشون رو میزدن، همین باعث میشد که اعتماد مردم خیلی جلب شد و دیگه لازم نبود صرف و چای بگیری دستت بری خرید، همون سکه کافی بود. بچه‌ها سکه هم یه مشکلی داشته، اینکه یه ذره سنگین بوده و حملش سخت بوده. به خاطر همین حدود 7 قرن پیش یه سلسله بوده به اسم تانگ توی چین بچه‌ها که اینا میان رسید میدن، یه رسید کاغذی میدادن دست مردم که نشون میداده مثلا طرف انقدر سکه داره. به خاطر همین زمان که همینجوری میگذره اون رسید کاغذی خودش تبدیل میشه به پول و میبینن که خب اینجوری خیلی بهتره و اسکناس رو تولید میکنن. اسکناس کاغذی، پول کاغذی، و اولین بار توی چین پول کاغذی تولید میشه. بعد از اون اولین بانک‌ها توی ایتالیا به وجود میان بچه‌ها و دیگه مردم پولشون رو میذاشتن تو بانک و به جاش بهشون چک میدادن و خب دیگه از اون حالا چک‌ها استفاده می‌کردن. اینجوری دیگه جابجایی پول خیلی خیلی راحت شده بود. الان هم که دیگه پول به شکل مختلفی وجود داره، رمزارزها هستن، کارت‌ها هستن و دیگه کسی اصلا خیلی کم پیش میاد پول نقد کسی داشته باشه. همه دیگه اینترنتی با یه موبایل پرداختیاشون رو پرداخت میکنن و دیگه خلاصه اینجوری شده که پول به وجود اومده. خلاصه اینجوری میشه که پول از چای و نمک میرسه به بیت کوین و رمز ارز و کارت و همه این داستانا بچه‌ها. گفتم شاید براتون جالب باشه بدونید اصلا تاریخچه پول چیه و چه جوری شده که پول اختراع شده به وجود اومده. و خب الان هم دیگه اصلا زندگی بدون پول واقعا نشده. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. یادت نره ویدیو لایک کنی، یادت نره چنل ساب کنی. میرم با ویدیو دیگه خیلی زود برمیگردم.